سلام، چطورم بچه؟ من نصف هستم. خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم هر جا هستید و دارین ویدیو منو تماشا کنین حالتون خوب باشه. دوباره هم هیتمن، یک پارت دیگه هیتمن رو داریم. خیلی چیزایی میکنم، یادتون نره کانال رو دنبال کنید، کامنت هم بذارید. بریم سراغ ویدیو. خب اوکی، استارت گیم. اوکی، و همین مرحله رو بزنیم بریم ببینیم اینجا باید چیکار بکنیم. اوکی، فقط صد تا از این. خب اوکی، اینا رو من اوکی کنم. چند تا تیر برایشون گرفتیم. بریم سمت این رستورانه. خب فرقش اینه که ما نکنیم از اینجا و از این بالا. همینجا میبینید هرچی داریم رو میندازم. بریم سراغ یکی از این. اوکی، این پولیس هستن. بریم سراغ یکی از این سامورایی. همین که فقط پلیسی که از اینجا رفت به سمت راست. اون درست راستشون بپوشیم، بگونم کاری نداشته باشون. بریم سمت رستوران. خب مثل اینکه اون افسره رو هم آوردن و این پولیس ها مثل اینکه دارن کشیک میدن. So there you are. Let me just take your weapons. خب یک اون چاقون هم گرفت و بریم با این صحبتی بکنیم. You must be the negotiator on behalf of Li Hong, Mr. My name is irrelevant. My aim is to handle this delicate matter to Mr. Hong's satisfaction. Before we continue, I need a little break to freshen up. Of course. Ask the bartender for the key to the bathroom. Hello, sir. What can I do for you? I need to use the bathroom. Why, certainly, sir. Let me just get the key. So, you are Li Hong's representative? And a Westerner, too. How unusual. My father was a close friend and business associate with Mr. Hong. I consider this job an honor. Please excuse me for a minute. I have to go wash my hands. Sure. Ask the bartender for the key to the bathroom.
خب فکر نکنم کسی دیگه. This guy is loaded. Hey, وانمون توی زدای hey you! اونم هم کم شد. بریم بریم تو ماشین از این خب نمیتونیم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. این هم یک گیم پلی کوتاه و خیلی سریع از هیتمن بود و خوب رفتیم جلو و یه بازم میگم یادتون نره کانال منو دنبال کنید، لایک کنید، کامنت هم بذارین، خیلی وارد آشنا نمیشم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.